کمک دوستمون آقا پوریا که بچه طالقان هست اومدیم به روستای ایستا. البته بهتره بگم که اینجا روستا نیست، اینجا یک ملک شخصیه، همونجور که میبینید روی این تابلو هم نوشته و اینجا نوشته که کوچه بنبسته و راهی به رودخونه از این سمت نداره. تونستیم بریم داخل، با برخورد بسیار خوبشون روبرو شدیم ولی خب اجازه عکس برداری و فیلم برداری از داخل نمیدن. یه سری چیزا رو من یادداشت کردم که اینجا واسهتون میگم. طبق گفته اون آقا که با ما اومد و محوطه رو به ما نشون داد 40 نفر در اینجا ساکن هستن. محوطه‌ای هست پر از استبل‌های اسب‌های گران قیمت، از نریان و مادیان و کره اسب، قاطر دارن و بز دارن، بزهای بسیار زیبایی که من نژادشون هم اینجا نوشتم. آلپاین، بز آلپاین همراه با بزغاله هاشون که بسیار زیبا بودن با شاخهای خیلی قشنگی که تو ایران فکر نمی‌کنم اصلا داشته باشیم جایی. یه نکته جالب در مورد زنگ درهاشون بود، زنگ در ندارن چون اصلا برق اینجا ندارن. زنگ درشون تنابی هست که میکشیم و از داخل زنگوله‌ای صدا میده که متوجه میشن کسی بیرون هست. کوچه ها بسیار تمیز، خونه ها همینجور. یک جوی آبی از قنات جاری هست که به گفته اون آقا همیشگی هست اون جوی آب و از اون برای استحمام و آشامیدن استفاده میکنن. نکته دیگه درباره این هست که پشت این محوطه یه محوطه بسیار بزرگ طبیعی دارن که جایی هست برای تفریح اسب‌هاشون، حصار کشی کردن، بسیار زیباست و راهی به رودخونه داره پشت. دیگه براتون بگم که گاو هم داشتن، یه نژادی به نام جورجی، گاوهای بسیار بزرگی بودن همراه با گوساله هاشون که ممر درآمدشون هم از همین راه فروش اسب‌ها